روز 12 اپریل در شهر نورک مراسم پرشکوه افتتاح اتاق کاری گروه جوانان اوانگارد دایر شده است. بنا به اطلاع رسمی، اتاق کاری اوانگارد در مرکز شهر نورک واقع بوده با شرایط لازمی تامین می باشد. برای اشتراک در این مراسم یک هیئت بلندپایه از دستگاه مرکزی وزارت کارهای داخله با شمول سردار وزارت کارهای داخله پلکوونیک میلیتسیا بخوریزاده، معاون رهبر دستگاه وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان پلکوونیک میلیتسیا عمرجان امامعلی، رهبر گروه جوانان اوانگارد قادروف و چندی از جوانان فعال گروه به شهر نورک سفر کردند. آنها در مراسم افتتاح اتاق کاری اوانگارد جوانان را آینده ملت و خزینه طلایی دولت نامیده از جوانان نورک خواستند که با کار و پیکار نجیبانه و عاقلانه خود سزاوار باوری پیشوای ملت باشند. اوانگارد یک سازمان نزدیک به برخی دایره های وزارت کارهای داخلی تاجیکستان است که سال 2015 تأسیس یافته است و به گفته فیروز قادروف یکی از رهبران کنونیش تا امروز 22,000 نفر عضو دارد. اخیراً رادیوی آزادی در یک گزارش تحقیقاتی نوشت با وجود چند سال فعالیت و داشتن هزاران عضو، اوانگارد تا حال رسما در وزارت عدلیه ثبت نام نشده است. اعضای اوانگارد از جانب مقامات در چاره‌بینی‌های سیاسی چون تشکیل گردهمایی‌ها در نزد دفترهای سفارت‌های خارجی و سازمان‌های بین‌المللی در دوشنبه با طلب به تاجیکستان سپردن رهبران فراری مخالفان تاجیک و قطع پشتیبانی آنها فراوان استفاده می‌شوند. به گفته منابع آگاه، اعضای این سازمان با یک لعن قبیح به طرفداران مخالفین و همین طور به فعالان جامعه شهروندی و ژورنالیستان مستقل حمله می‌کنند.